دی اینجا چیکار است؟ تو تا حال در نزد این آدم چیکار میکنی؟ راه گرد میرویم. سرده مرا با تو به هیچ کجا نمیروم. تو رفته همسر و کودکت را نگاه کن. گوش کن، این موضوع چی خیلی که میدانی نیست. به تو نقل میکنم. رفتیم. با من هیچ چیز نقل نکن. دو شو، رو از اینجا دو شو. دخترم رو شنیدی. ما رو اکنون راحت گذار. جواب این کارت رو میدهی؟ آسیه با من میروی گفتم. راه گرد. من هم با تو نمیروم گفتم. با تو نمیروم. من اکنون همسری بشر قرطه هستم. اکنون از اینجا دفع شو. همه چیزم رو گرفتی. تو رو میکشم بشر. کریم خواهش میکنم سلاح را برتا. کنی پران. آسیه اگر یگان کس را کشتنی باشی پس من را کش. اینقدر او را دوست می‌داری که جان خود را فدا می‌کنی؟ من برای تو راضی بودم جانم را دهم. کاش که آن روز هیچ وقت نمی‌شد. چون که این روزها را نمی‌دیدم. کنی زودتر از پیش خانه من دفع شو. کریم سلاحایتان را پایان کنید. پایان کنید گفتم. مادامی که این خیل باشد لتنانت یک به یک میبرایم. کریم چی خیل شد لتنانت؟ به مانند پدرت دختری دل دادت را صاحبی کردن نتوانستی. نامی پدرم را به زبانت نگیر. خواهی تو کردور نشم. کریم شد اقدام شد. زن همه قوت همین است ها؟ سردارم چیکار میکنی؟ یک طرفی است. سردارم مرا مجبور نکنید که این را استفاده برم.
سرژانت کمی آرام شو. در روبرویت لیتنانت ایستاده است. ببخشید لیکن از وظیفه‌تان آزاد شدید. سلاح و حجتتان را باید گیرم. اکنون با من به شعبه می روید. کاری من با تو تمام نشد بشر. تمام نشد. تو اوسیه‌ای که من میشناختم نیستی. تو به این هم به عشق من هم نمیارزی. تو سزاواری خود را یافته ای. سردارم полковник همین قدر عصبی است که همه شعبه را با پا خیزانده است. هیچ کس را دیدن نمیخواهد. خدا نشان ندهد لیکن این خیلی عصبی بودنش را یکم بار ندیدم. خوبه زیق نشو دخترم، زیق نشو جانم. حمدی تو ما را به فرم ببر. وقتی ما می رویم خانم آیشه را به خانه بیارد. او را تنها نگذارد. گپ زن که من امشب به خانه آمده نمیتوانم، کار دارم. اکا با اوسیه در خانه فرمه میستید؟ مگر با تو میستم حمدی؟ البته با اوسیه میستم و اکنون همسری من است. اوسیه همسری حقیقی کم شدن رو چه روزی میشود؟ مایرام اوسیه رو گیر میرویم. با کجا میرویم؟ اوسیه اینجا اکنون برای تو بی خطر نیست. رفتنمون در کار. رفتیم اوسیه. منگیر همش در اینجاست. سردارم میدونید که من باید فرمان رو اجرا کنم. چیزی به تو دخل ندارد ابراهیم. آرام باش. خیر خداحافظ. سردارم مرا هم انتظار شوید. تو به کجا ابراهیم؟ تنها بودن میخواهم. مرا آرام گذار. این زن هم به لیتینانت چسبیده است. کریم در کجاست؟ لیتینانت برآمد. نه به فکری من زنگ نزن. او باید کمتر دم گیرد. برای چی؟ یگان گپ شد؟ لیتینانت از وظیفه‌اش آزاد کرده شد. همش از برای وای دختر. آمد به سرم از آن چی میترسیدم. چی گفتی تو؟ نه چیزی نگفتم. معلوم است که تو هم امروز مانده شده ای. از چشمانت معلوم است. از خانه برآورده میبرید باز برمیگردونید. چی گپ شد؟
نمیفهمم اسکن. خانم آسیا چیزی که میگویم من اجرا میکنم. یکم خبر ندارم. چی گپ شده ایستاد از گپ زد؟ بشر به کجا رفت؟ برای چه شب نمی اومده است؟ برای چه خودش زنگ زده نمیگوید؟ این خبر شد لیتینانت کریم استقامت بسه سمتنیا مبش مرش اطاعت سردارم. ما خانه‌دار شدیم. مدروزی چخیل من به تو باور کردم. چخیل اگر یه با کس را کشته نمیشی بس من کش. اینقدر او را دوست می‌داری که جان خود را فدا می‌کنی؟ فاطمه عشق بزرگ به آخر میرسد. اکای بشر با اوسیا نیکوه موقتی کرده است. این رو به خانم آیشه چه کرده میتواند؟ آخر اوسیا مثل دخترش بود. حیف به او. گپی زدتون رو خودتون میفهمید؟ چه خیلی نیکوه؟ چه خیلی موقتی؟ این خیلی چیزی بد رو به شب هرم و اوسیا چه خیلی گفته میتوانید؟ خانم راستی گپ ما چیزی که شنویده ایم همون رو میگوییم. حقیقت رو به خدا که نمیدونیم. اکای بشر با اوسیا نیکوه موقتی کرده است میگویند. مرا گوش کنید. اگر باز همه خیلی چیزهای بد گفتنتون رو شنوم قسم میخورم جزایش رو میبینید. خبردار باشید هم گناه اوسیا رو هم گناه بشر رو میگیرید. عیب است. کار خودتون رو کنید. جواب ده بشر، جواب ده. جانم؟ الو بشر، در کجا هستی؟ یک کار داشتم. با اسکن گفته بودم به تو خبر نداد. چه خیلی کار؟ تو از من چی رو پنهان کرده ایستاده؟ مردم میگویند که تو با اوسیا نیکوی موقتی کرده. این راست است؟ بله راست است آسیا. حاضر اومده همش رو نقل میکنه. آرام شو، مرا انتظار شو. خب اکا چی گپ شد؟ آیشه نیکوی موقتی که با آسیا کردم فهمیده است. ایوه خدایا چی کار میکنیم اکنون؟ من یک نقشه دارم. حمدی لبایکا حمدی آیشه نیکوی موقتی که با آسیا برای از شخص میر مفتد کردن فهمیده است. مرا خوب گوش کن. میرم تو در اینجا میستی.
تو اوسیایی که من میشناختم نیست. تو به این هم به عشق من هم نمیرسی. تو سزاوار خود را یافتی. باز ما فرزند دور می شویم. از پشت شوهرم دویدن رو بس. هم تو را و هم عشقم را به دلم گور کرده، روحم را دوا میدهم کریم. مهران فهمیدی؟ با آسیا همش را فهمان. فهمیدم اکا. من با آسیا گپ زده همش رو میفهمونم. این خیلی باشد پگاه سهر میبینیم. آدم ها را در اینجا میمونم. نترسه. خدا از شما راضی باشد اکا. چی شد مهرو؟ الو جانم، با پدرم تو رو در خونه انتظار هستیم. تو حالا در کجا هستی؟ پدرم رو تو جیغ زدی ها؟ مهرو، برای چی تو کارهایی میکنی که به من پسند نیست؟ چی کار میکردم کریم؟ مرا در بیمارخانه تنها گذاشته رفتی. من هم پدرم رو جیغ زدم، هم تنها نمیمونم، هم باز خیلی بیمار مهرو هستم. تمام. کریم التماس بیا، من و فرزندم به تو احتیاج داریم. مهرو میلش حاضر میایم. بشر در آخر آمدی؟ آمدم جانم، آمدم. آیشه، این چه حال است؟ دستانت یخ برین شدن. بشر به من راستش رو گوی. چیزی که فهمیدم این راست است. راست است آیشه، راست لیکن ناپره. آدر به تو همش رو نقل میکنم. وای یملی حیوان آسیا رو تجاوز کرده است. خدایم تو چی ها میگویی؟ چیزی نمانده است که به سر دختری بیچاره نامده باشد. اول در میدان قشلاق او را سود کرده بودم. باز آدمان شیخ تا حال از پشت آسیا هستند. خدایا من هم او را با حمدی نکاح کردم. چی گفتی؟ چه خیلی؟ کریم از این حادثه خبر دارد؟ کریم برای همسرش و کودکش برای آسیا وقت جدا کرده نتوانیست. چه خیلی همسر؟ چه خیلی کودک؟ بشر تو چی ها میگویی؟ کریم به همشیره مهرویی که به خانه‌مان آمده بود خانه‌دار و همشیره از وی حامله دار بوده است. آسیا همه این را فهمیده خودکشی کردنی بود. اگر در وقتش نمی آمدم خودکشی میکرد. این غیر امکان است. این طور شدنش ممکن نیست. کریم آسیا رو به خانه دار شوی تکلیف کرده بود. پسری من این خیل آدم نیست. کریم آن بچه بیگناهی که چند سال پیش مانده رفته بودی وی نیست.
وقتی فهمید که با تو خانه‌دار هستم آمده خانه را چپ و راسته کرده کریم مرا میکشت. درباره ما فهمید. خدایا. آیشه بهترش حالا کریم را نبین. خواهش میکنم حالا وقتش نیست. خاله کاش که این کارها رو نمی کردم. من حاضر روی آیشه خانم را نگاه کرده چه خیلی دروغ میگویم. تو هیچ چیز نمیگویی اوسیا. اکای بشر همش رو حل میکنن. تو فقط خواب کن. من دیگر هیچ چیز نمیخواهم. اوسیا اکا با شما نه، به طرف من پرداختنی بود. اکا بخشی زیاد. مهگیر اکا من کلا شوم به این دختر خانه‌دار میشوم. اینقدر آرزوهای کلان نکن. جانم خوش آمدی. این چی معنی دارد مهرو؟ کریم برای چی با من این خیل رفتار میکنی؟ آخر در بطنم طفلی تو هست. مهرو مرا خوب گوش کن. بین من و تو غیر از این کودک دیگر چیزی نیست. این را به عقلت جای کنی خوب می شود. آمدی پسرم؟ خوش آمدید پدر. خوب هستی دخترم؟ پدر بیایید بالا برایم. پسرم این دختر از کجا پیدا شد؟ خانه‌دار بشوی خبر نمیدهی؟ خانه‌دار نشده این پدر. او دروغ میگوید. دختر حامله دار هست میگوید. هیچ نباشد نکاح کنید. مردم چی میگویند؟ چی خیل میشود؟ چی خیل میشود؟ چی خیلی که من کلان شده باشم او هم همین خیل کلان میشود. الو گوش میکنم. چی گپ شد در نیمه شب؟ بخیر است بخیر. برای من بخیر است. زودتر گپ زن. آخر چی گپ شد؟ بسیار گپ نمیزنم مهرو. خوبیه که به تو کردم ارزشش رو میدهی. نباشد همش رو به شوهرت میگویم. تو چیها میگویی؟ شما میدانستیدم مادرم با این لعنتی خانه‌دار شده است. و تو چند سال پیش مادرت برای ما مرد نگفته بودم اگر؟ برای چی اکنون او را به یاد میاری؟ تو را همین قدر سال من به وای رسانیدم. فهمیدی؟ تنها من تو را کلان کردم. مادر از برای خدا خاموش شو.
خاموش پولو یافته میدیم مایلش لیکن تو هم دهانت رو با کسی نکشو مرا فهمیدی؟ پدر پدر شما با کجا؟ پدر در این نیمی شب با کجا می روید؟ امشب در خانه عمکت ایستم خوبتر می شود. پدر کریم برای چی پدرم غضبی بود؟ تو چی کار داری؟ با تو چی؟ اوسیا با تو میوه آوردم. اینقدر فکر نکن دخترم. تشکر خوله. لیکن التیموس مرا فهمید. زود فراموش کرده نمی شود. کریمی دروغ گوی. دوشم از زندگیم. اکنون در زندگیم کریم گفتنی آدم نیست. بشر جانم تو بیدار شدی؟ بشر من اوسیا رو دیدن میخوام. مرا با پیشوی میبری؟ حیاتم باید کارهایم رو حل کنم. تو رو بعد برام میشود. من اوسیا رو حاضر دیدن میخوام. میدونی وای دختری من هم میشود. میلش باز کن گپ میزنم تو رو میبرد. ما با همدی کارهایمون رو حل کرده به ند شما میآییم. میلش جانم. ببخشید اکا. الو عرفان من آیشه. کریم چه است؟ янга саломатиаш хуб аст. аз пушти акаи башар каримро аз вазифааш гирифтам. خدایا من با بشر گپ میزنم. نشود با سردارش گپ میزنم. عرفان گوش کن. از تو یک چیز پرسیدنی هستم. کریم خانه‌دار بوده است؟ ба худо ки ҳамин хел будааст. мо ҳам нафаҳмидем. ҳатто фарзанддор мешудааст. яъне ин гапҳо рост? янга акаам дар ҳамин ҷой ҳаст. роҳат гап зада наметавонам. ман баъд занг мезанам. майлаш худо ҳофиз. писарам инро ба осия чӣ хел карда тавонистӣ? чаро ин тавр кардӣ? خانم ماشین در نزد در آماده است. مایلش انتظار شما. مولای نو آمد همدی؟ اومد که اومد. در خانه موقتی ما را انتظار است. عالی جناب. خانه موقتی نوی که میکشویم با آسیا فایش خانه خوب میشود. چرا که؟ آسیا در آنجا چی کار میکند؟ آسیا با مردن پسرم سبب شد. چی فکر کردی همدی؟ به جزا میمانیم او را؟ راست میگوید که باید جزایش را گیرد. این کار چخیل میشود؟ اول پسرم را تولد کند.
همین که تولد کرد او را به دیگر کس نکاح موقتی میکنم. به یک نفر 3 روزه، به نفر دیگر 5 روز. اکنون که بسیار پول دهد، امروز دستی که به او دراز کردم پگاه حق جزای کشیدم را میبیند. مرحبت خانم آیشه. تشکر. اوسیا دخترم دهانت رو کشو. دخترم باید یگان چیز خوری. از دیروز باز چیزی نخورده ای. خدا نشان ندهد اگر کسل شدمانی. کاش که کسل شده میمردم و این خیل شرمنده وار زندگی نمیکردم. این خیل نگوی دخترم. خانم آیشه، آسیا دخترم، تو شرم نکن، زیق نشو مایلش. از این کاری کردهش باید شرم دارد. من همه وقت در نزد تو هستم. نگاه کرده بین، بشر پدرت آنها رو از نزدت دور میکند. به من خانه نوی موقتی میکشویند گفتند، برای همین نزدتان آمدم. راست دام الله، این جای خانه موقتی ماست. این ماشینه های قانون دوزی برای چیست؟ گوش کن دام الله، در بعض کشورها این کارها آسان باشد، در ما خیلی مشکل است، لیکن آسان می شود. آن روزه می شود که در وطنهای ما هم نکاح موقتی را هم قبول می کنند. با استادهای آنها شما بر این دام الله ها درس می دهید. فروش با نام نکاح موقتی به دین خیلی پند شده است. دین تقلب کاری می شود، به اخلاقی زیاد می شود، نسل ها ویران می شود. ترکیه فارس می شود و ما از مسلمان ها انتقامی 1000 ساله‌مون را همین خیل می گیریم. این جای روزانه نمایش خانه می شود. به دختران یتیم قالین بافی را درس می دهند، اما حقیقت این کار باشد شبا این دخترها را در نکاح موقتی نگاه می داریم. شما چه خیلی که گوید اکای بشر، تجربه اتون داناگی اتون از تجربه داران می گذرد. همسرم آیشه با نکاح موقتی به آنها معلمی می کند، قالین بافی را یاد می دهد، لیکن وقتی که پسرم آن را تولد می کند برای با دیگران برای نکاح موقتی کردن در تک دست شما می شود. گفته اتون شود تا به ما عادت کردنشان این جای خانه قالین بافی دانسته شود. برای ما اساس گروه است. اکا چه شد عمدی؟ دخترهای از سوریه گریزانده شده بعد از 10 دقیقه در خانه فرمگی می شوند. آنها رو رفته از آنجا گیرن. راست، خانم های هم همش در اونجا هستن. همین طور نه عمدی رفتیم. دام الله، وقتی که ما برمیگردیم در اینجا نشو، رفته دمگیر در تماس می شویم. مایل شکای بشر، خانه نوی قالین بافی همان مبارک شود. برای همه من مبارک شود. رفتیم عمدی، رفتیم. درا سردارم، اگر اجازه دهید یک موضوع را گفتن میخواهم. موضوع چی است ابراهیم؟ سردارم، درباره لیتنانت کریم چه خیلی که میدانید حاضر مشکلی را پسی سر میکند. مادرش با بشر غلطه خاندار شدنش را
و آسیا از او جدا شدنش را فهمید. دیگر طاقت کردن نتوانست. میگویم که این دفعه او را میبخشیده. سردارم به وظیفه‌اش برمیگشت. هر کسی که در غضب میشود بعد از سلاح گرفته به خانه میدارد ابراهیم. لیکن نفری که غضبش را داشته سلاحی که به او امانتی میدهند که وطنش را محافظت کند برای نفسش استفاده نمیبرد او را عسکر میگویند. کسی که عسکر نیست در این وظیفه جای ندارد. اکنون رو از اینجا. دیگر به من عقل یاد نده. خوب شد سردارم. خدایا اینها چگونه آدم‌اند؟ چه خیلی توانستند این کار را به تو روا بینند؟ تو زیغ نشو دختری زیبا. تو دختری من حساب میشوی. من و بشر تو رو هیچ وقت تنها نمیگذاریم. من به کارهای کرده کریم هم باوری ندارم آسیا. چقدر سوخته ایستادم، چقدر در غضب میشوم. نمیفهمم چقدر این کار رو با تو کرده توانستند. زیغ نشوید خانم آیشه. شما چی کار میکردید؟ چقدر زیغ نشوم حیرم. وای پسری من است. آسیا جانی من است. چطور توانستند تو رو فریب دهند؟ عقلم نمیگیرد. خانم آیشه، همه این کارهایی کردم از برای زندگی کردنم است. از شما خیلی شرم میکنم. خیلی بخشش میپرسم از شما. خیلی شرم میکنم. میدونید آسیا دخترم، من در حقیقت با حمدی خیزید، من برای شما اومدم. چی شد بشر؟ به کجا؟ به آسیا توفه دارم. بشر پدر، من یگان نمود سرپریز نمیخواهم. التماس مرا به هیچ کجا نبرید. به من باور کن. کنی بینم وقتی که چشمونی زیبایت رو میکشوی رویت همین خلزیق میموند. اکنون چشمایت رو میکشویم. بابام در کوی یمن خانه پالین بافیه که برای یتیمان کشادیم. اول برای معلمه آنها آسیا و بعد برای همه مبارک شود. مبارک شود. این چه خیلی می شود؟ تشکر زیاد. من اکنون درس می دهم. بله، تو درس می دهی. با نزدشان رفت. چی کار میکنی مریم؟ خدا از شما راضی باشد اکا. او خیلی باز خورسندی نکرده بود، شما او رو خورسند کردید. آسیا دختری ما هم هست. البته بشر با او صاحبی میکند. این خیلی باشد سر میکنیم. بشر، تو رو یک دقیقه ممکن است با تو یک چیز رو گپ زدن میخواهم. البته گپ میزنیم. بیا. کدام رنگ رو استفاده ببرم؟ گپ زن سلطانم. تو خیلی آدمی غمخوار هستی. بشر، کریم رو از وظیفه‌اش آزاد کردند. میگویم که به خاطر این روز خوب کریم رو هم اگر نمیشود آیشه، نمیشود. التماس به من این خیلی گپ‌ها رو نگوی. تو رو رنجاندن نمیخواهم. بشر، اگر تو شکایتت رو نگیری پسرم رو از وظیفه‌اش میگیرند. التماس او رو ببخش. آیشه، کمتر پیش خودت گفتی که تو خیلی آدمی خوب هستی. پسر تو به آسیا دروغ گفت، خیانت کرد. اکنون حاضر شکایتم را پس گیرم. به آسیا ظلم نمی شود مگر آیشه؟ لیکن این بین هر دویشون هست.
میفهمم من هم آسیا رو به مثل دخترم خیلی نقص میبینم، لیکن کریم هم پسری من هست. پسری تو تا از من بخشش نپرسد شکایتم را هیچ وقت پس نمیگیرم. کدام وقتی که از من بخشش میپرسد همان وقت آن را میبخشم. اکنون این موضوع در همین جای به آخر رسید. انا همین تا از همین جای میگذرانی. مریم آسیا در کجاست؟ برای گرفتن رسمان گلابی رفت. گلی گلابی کردن میخواهد. حمدی کنی رفته بی. با اینجا تنها برای آسیا خانم آمدم کریم. اکا آسیا نیست. برای چی نیست حمدی؟ بشر آرام شو. چرا نیست اکا؟ مایرم تو واهمه نکن. وای در همین جاست. گرد و اطراف رو یک جای نگاه میکنیم میابیم. حمدی تو بیرون رو بین. مایرم تو هم پایان رو بین. رفتیم. آسیا دخترم در کجایی؟ در اینجا چیکار میکنی؟ برای چی در خونه همون اومدی؟ شرم نمیکنی؟ با خونه اویلادارها میویی. از زندگی همون نیست شو. من تنها برای کمک کردن آمدم. با کمکی تو احتیاج نداری. ایستا یک لحظه ایستا گوش کن. اگر کریم از اکای بشر بخشش پرسد اکای بشر او را میبخشد و کریم به کاری دوست داشتش برگشته میتواند. نباشد چی؟ کریم تو به خانه درو. نه نمیروم. دوباره تکرار نکنم. درون درو. اکنون مرا خوب گوش کن. من از بشر بر این لعنتی های بشرف بخشش نمیپرسم. اگر تو رو اینجا او فرستاده باشد پس این رو رفته به او بگو. به اینجای آمدنی مرا هیچ کس خبر ندارد. من تنها برای آسیا خانم به اینجای آمدم و نسبت تو این قدر غمگین است که هر زنی که در نزدی اوست برای من قدری ندارد. رفته به او بگو که من مثل او مادری ندارم. لبای بشر قرطای اومده از اینجا همسرتون رو گیرید. مرا شنویدید؟ بلازنه چی کار میکنه در اون جای؟ حاضر میایم. بلازنه چی شد که اینقدر عصبی شد تو؟ شد اکنون خواب کن گفتم به تو.
ҳақиқатҳоро шунидан мушкил аст на осия? ту дар рӯзҳои бади ман дар назар набудӣ. акаи башар буд. вай ба ман кӯмак расонд. бар ивази ин рафта бо ӯ никоҳи муваққатӣ кардӣ? дигар боз агар аз номуса боз як калимаи дигар гап мезанӣ, қасам мехӯрам туро мекушам. бо ту хонадор шуданӣ будам. ба ту ҳамсарам шав гуфтам. хушбахтиам шав, ҳаётам шав гуфтам. ту бе ин ҳам як ҳамсар, як ҳаёт ва як хушбахтӣ дорӣ. дар ин ҳикоя ман набудам, лейтенант. не, танҳо ту будӣ. ту ба ман хонадор буданатро нагуфтӣ, боз ҳамсарат ҳомиладор. ту ба ман фаҳмида дурӯғ гуфтӣ. ман ба ту дурӯғ нагуфтам. туро фиреб накардам. ту нагузоштӣ ки шарҳ диҳам, фаҳмонам. чиро мефаҳмонӣ? чиро? ту маро танҳо гузоштӣ. маҷбур будам, мефаҳмӣ? маҷбур. ба чӣ? ба чӣ маҷбур будӣ осия? ман маҷбур будам чунки ямали маро домоди зебоямон ҳам омад. осия, башар, зуд ба мошин савор шав. аз ҳамсарам дур бош. аблаҳ, ба ман нигоҳ кун. карим, илтимос сарде, ба хотири фарзандамон. ба хона даро. 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 маро ҷеғ задед, сардорам? рав лейтенант Каримро биёр. хуб шуда, сардорам. моҳрӯ, ту барои чӣ гапро намефаҳмӣ? барои чӣ гапи маро гӯш намекунӣ? карим, ман ин дар дасти ту чӣ кор мекунад? ту чизҳои маро кофткӯ мекунӣ? не, аз замин ёфтам. маро гӯш кун. дигар чизҳои маро кофткӯ карданатро набинад. ба корҳои ман дахолат намекунӣ, моҳрӯ. ман ба ту дар хона ист берун набаро нагуфтам. барои чӣ ман бо ӯ гап мезадаму ту ногаҳон пайдо шудӣ, моҳрӯ? чунки ту шахси дӯстдоштаи ман ҳастӣ. моҳрӯ, вай башар қаратай гуфтагият падари ман ҳаст. душмани ашадии ҳардуямон. ту худ мефаҳмӣ ки чиё мегӯӣ? мутаассифона, чӣ хеле ки шунавидӣ, башар қаратай падари ман ҳаст. баъди ин қадар хубӣ кардам, обрӯи маро паст карда чӣ хел ба дари хонаи вай меравӣ? осия, вай ҳайвон ба ту дурӯғ гуфт, фиреб кард, дар вақти хонадор буданаш ваъдаҳо кард. ман намешудам, ҳайф мешудӣ. ман башар қаратай ҳама вақт туро соҳибӣ кардам. ҳайф бар ту. ман намешудам туро аз қишлоқ мерондам. аз дасти одамҳои шайх самир туро наҷот додам. лекин ту бошӣ ба пеши дари хонаи вай рафта инро фаромӯш накун. акнун ҳамсари ман ҳастӣ. дар ҳар як қадами задад инро дар ёдат меорӣ. ту ҳамсари ман ҳастӣ. инро фаромӯш накун. ана ҳамин хел барои ҳар як духтар аввалин сутунин падараш ҳаст. падари ман бошад, на ин ки сутун аввалин душмани абадиам. вай қотили модарам аст.
иброҳим сардорам рафиқи полковник шуморо ҷиғ мезанад. тинҷӣ аст? ягон гап гуфт? сардорам чизе нагуфт. танҳо лейтенант каримро гирифта биёр гуфт. майлаш ягон либоси ғафс мегираму меравем. карим ба куҷо? ба шӯъбаи полис. полковник ҷиғ задааст. майлаш вай вақти баргаштанат ширинӣ гир барои фарзандат. бин дукон дар онҷост. ҳам ту ба варзиш эҳтиёҷ дорӣ. акам ба осия омад. осия духтарам зебо якам дар куҷо будӣ? духтарам туро наёфтем, хеле зиқ шудем. дар куҷо мешавад? дар пеши дари хонаи лейтенанте ки ба хонадоршавӣ ваъдаи дурӯғ карда буд, дар он ҷо буд. осия духтарам дар пеши дари хонаи вай одам чӣ кор мекардӣ? ҳамсараш ба ту гапе намонда буд ки нагуфтааст. ту барои чӣ меравӣ? майрамисту ором шав, ин қадар дод назанед. духтарам чӣ шуд? духтарам шумо дигар зиқ нашавед, гуфтам. осия хонум, карим аз башар падар бахшиш пурсад, гуфтам, ва ба вазифааш баргардад. шумо зиқ нашавед, гуфтам. лекин вай ба ман чӣ гапҳое ки нагуфт. ақлам намегирад. чӣ хел туро дурӯғ гуфта метавонад? хонадор буда чӣ хел ба ту таклифи хонадоршавӣ мекунад? дар ин ҷо чӣ гапе ҳаст? духтарам ба худо чӣ коре ҳаст? чӣ хел кор ойша? ту ҳам писарам гуфта ин қадар тарафдорӣ накун. одам ин хел намекунад. обрӯи акамро дар назди одамҳо резонди. осия нигоҳ кун, акам барои ту чӣ корҳо мекунад. ҳатто кор ташкил кард. ҳамдӣ ту хонум ойшаро ба хона бубар. ту ба куҷо? ман осия ва мариамро бурда мерасонам. набошад ором намешавам, бадтар меоям. ман боз каме дар ин ҷо мемонам. шумо равед. ҳеҷ вақт туро танҳо намемонам. акай башар рост мегӯяд. ман ҳам меистам. хола шумо равед, мегӯям. илтимос танҳо мондан мехоҳам. духтарам рост мегӯяд. монед камтар ором шавад. худаш бо худаш монад. мо бо ҳамдӣ меравем. ту майрамро бубар. модом ки ҳамин хел аст, бисёр дер накунед. шумо истед, ман зуд меоям. осия, як дақиқа биё. шумо давом диҳед. чӣ шуд башар падар? гир инро, аз он ту аст. ин чӣ лозим аст? барои лозимияш намедиҳам, лекин ягон вақт лозим мешавад.